این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه مصیبت برجام و بزبیاری‌های پی در پی آخوندا. دیدار وزیر امور خارجه انگلیس با همتای ایرانی حاشیه‌هایی هم داشت. برخلاف روال معمول همه دیدارها، بعد از گفتگو پشت درهای بسته، دو وزیر به درخواست طرف انگلیسی با خبرنگارا صحبت نکردند و تاکنون نشست خبری نذاشتند. حاشیه دیگه تذکر ظریف به یکی از مهمانا بود که قواعد ایران رو رعایت کنه و پوششش رو درست کنه. و حاشیه دیگه هم موی شانه نکرده و لباسای به هم ریخته بدون اتو و بدون کمربند وزیر امور خارجه انگلیس بود که سوژه رسانه‌ها شد. بله دیگه، تله برجام که میگن یعنی همین. با نرمش ذلیلانه شروع شد، حالا رسیده به کله پا شدن علیلانه. اولین آرزه این وضعیت هنگ کردن شیخ فریه. شما فقط این پرسش و پاسخ رو ببینید، قضاوتش بر عهده خودتون. شما هم در شعارهاتون خیلی شعار مبارزه با فساد دادید. به طور مشخص برنامه‌تون برای کاهش و کنترل فساد، افزایش شفافیت و همینطور ایجاد فضای رقابت پذیری و سالم چیه؟ ببینید، یکی از راه‌های مبارزه اصلی با فساد ارتباطات صحیح مردم با همدیگر هست. خود این فضای مجازی که الان تلاش ما اینه که این فضای بازتری بشه دیگه. حالا کم کم به جای فروش اشتراک ما دنبال فروش پهنای باند هستیم به مردم و انشالله در این زمینه از 10 آذر مردم با یه قیمت کمتری برای استفاده از اینترنت مواجه خواهند شد. البته یکی دیگه از نتایج این اوضاع بالا گرفتن جنگ و جدال باندهاست. مدام دست همدیگه رو میکنن و دزدی‌های همدیگه رو میریزن رو دایره. آقای رئیس جمهور کجا طالب این اون ثروتشو گشته تا ما بتونیم بگیم اینا چیکارن؟ هیچ کدوم نمیدونن. نه، همه اینا نمیذاره جیبش. اینا غرق شدن. این آقای وزیر مسکن گفت من حالم از این مسکن بر به هم میخوره. گفتم راست میگی. گفتم بابا ما مسکن بر رو رفتیم تو بیابونا ساختیم، زمینش ارزون در بیا. هی هم مسئله زدی ساختمون ارزون در بیا. متراژ کوچیک گرفتی به جیب این آقای بخوره. یه چیزی داره شده 70 80 متر. این یه لوستر خونش 90 میلیون تومانه. خب این معلوم از این خونه حالش به هم میخوره. با اینا بخوای بری مبارزه فیش نجومی برای اینا من نداره. بله دیگه، این جک و جونورا جز به سهوشون از قدرت به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کنن. حالا توصیف اصولگرا و اصلاح طلب تو نظام ولایت رو از زبون این مهره ریزشی نظام بشنوید. اصولگرا میگیم شما بهشون بگید اصولگرا. اما سوال کنید اصول کدوم اصول هست؟ کجا اون اصول؟ اصلا چی هم این اصول؟ اصول اصلاح طلبان همینجورا چی رو میخوان اصلاح کنن؟ چی رو میخوان اصلاح کنن؟ بکنن ببینیم. اصولیشون چیه؟ به چی وفادارن در عمل؟ عرافی و لفاظی و مکاری و اونا نه. یا نه در عمل به چی؟ ببینیم در عمل چیکار کردن، جلو کدوم رانتا رو گرفتن، جلو کدوم چپاولها رو که توسط مقامات عالی رتبه گرفتن. ببینیم. اینم از شانس عظما که تو این اوضاع و احوال هر کی پیدا میشه به جایی که نظام و سیمان کاری کنه سوتی میده و همه چی رو خراب میکنه. اینم یه نمونه از مدعیان اصلاح طلبی که از مأموریتش پرده برمی‌داره و میگه من همه زورمو میزنم تا نظام ولایت حفظ بشه. من اگر با تمام وجود برای بقای نظام تلاش میکنم برخلاف اون چه که خیلی از سلطنت طلبان میگن من مزدور نیستم، خود حکومت میگه که من مزدورش نیستم. بنده کلیت نظام رو قبول دارم. نه تنها کلیت نظام رو قبول دارم
بلکه معتقدم که برای کلیت نظام حتی اگر لازم بشه باید بایستم و مبارزم بکنم. چیزی که مهمه اینه که اگر این نظام به هر دلیلی سقوط بکنه، مردم بریزن تو خیابون راهپیمایی بکنن و این نظام سقوط بکنه، یا آمریکا حمله بکنه، عربستان حمله بکنه، اسرائیل حمله بکنه، این نظام سقوط بکنه، من به عنوان یک مورخ تاریخ تحولات ایران معتقدم که اگر این نظام سقوط بکنه، اون 10 12 13 که داریم به دموکراسی در ایران میشه یک. معلوم شد همه عدواتوارا و اپوزیسیون نمایی‌هاش همه برای اینه که تو اتوبوس ولایت یه صندلی بهش بدن. بله دیگه، دوره خیم شب بازی تموم شده. حالا وضعیت طوری شده که آخوندا در ملأ عام جلوی چشم همه میزنن تو سر و کله هم دیگه. این لباس عمامه نیست که شما تن داشتی. خجالت باید بکشید. خجالت یا نمای زیارت آقا 20 سال تو انگلیس زندگی کردیم. آره شما یا اول قبلت نمی‌ترسی الان از خود امام خجالت بکش معذرت خواهی کن. خجالت نداره. آقا ول کن، من صحبت می‌کنم. چرا میای جلومه؟ تو چرا ول دارم صحبت می‌کنم با ایشون. جوابگو باشه ایشون. جوابگو باشه. جواب بدین جلوتون جواب بدین. چرا توهین می‌کنید؟ در هر حال دغدغه اول و آخر عظما چیزی نیست جز فتنه و سرباز کردن قیام. به خاطر همینم است که از حالا زده تو خط تبلیغ واسه سالگرد ضد تظاهرات 9 دی و از این جور جنگولک بازی‌ها. دستای پشت پرده پیدا شد، کم کم نمایش روی سن اومد، از سمت مقتل ظهر عاشورا فریاد حلم ناصرن اومد، روز نهم مشتا گره خوردن تا دست بیعت باز محکم شه. یعنی آنچنان رکوردی تو خالی بندی زده که فیلم‌های هندی هم جلوش کم میارن. این هفته آخوند جی گوی سبقت رو از رقبا رو بود و در یک جلسه در دانشگاه شریف با یک فقره سوت بلبلی غلظت مشنگ بودن خودش رو نشون داد. من بهش میگم که توی جوون حیف دهنت گشاد میشه، نمیخواد انگشتات تو دهنت بکنی، شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. احمق. خیلی خری. حالا شاید سوالتون بشه که این آخوند گوشخاری که قبلا تو کار گاز گرفتن و قندون پرت کردن بود حالا چی شده که کارش به سوت بلبلی کشیده؟ پاسخ رو باید در اتفاقاتی جستجو کرد که تو اون جلسه افتاد. جدای از هیجانات دانشجویی من از شما میپرسم، برابر با انصاف و عدالت برای رفراندوم چند نفر شما از قوه قضاییه و عملکردش راضی؟ اونایی که راضیان دستشون رو ببرن بالا. اونایی که ناراضی هستن بر اساس عدالت و انصاف در پیشگاه خداوند دستشون رو ببرن بالا. ناراضی دستشون رو ببرن. حاج آقا این یه مشت نمونه قرار مردم نسبت شما یه برونده‌ای کارتون داره، با این مردم راضی باشن. این سوت در واقع مصداق همون سوتی در تاریکی بود. آخوندا از هر صدا و هر جرقه‌ای میترسن چون میدونن پشت این صدا و جرقه ها چی خوابیده. حالا این شما و این هم یه خبر ویژه از تازه ترین دستاوردهای نظام.
سطح علمی و دانش محققان و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی ایران عالیه. گفته ای که از رشد علمی بالای کشور حکایت داره، رشدی که همچنان جای ترقی بسیار داره و امیدواریم با حمایت مسئولین و همت دانشمندان کشورمون ایران اسلامی رو به زودی در اوج قله‌های پیشرفت علمی در جهان ببینیم. احتمالاً منظورش از دستاورد علمی یه چیزی تو این مایه هاست. بعد ببینید به چه درجه از خودکفایی رسیدن که زدن تو کار واردات شتر. وقتی شتر دیدی ندیدی در داخل زیاد میشه و شتر خارجی هم وارد. دیروزها وقتی به فهرست واردات گمرک نگاه میکنیم با کالاهای عجیب و غریب زیادی مواجه میشیم، از سنگ پا گرفته تا شمع و خمیربازی و چوب کبریت. اما به تازگی یک موجود جاندار به لیست واردات گمرک اضافه شده. بله، شتر. آقا میدونستید ما شتر وارد میکنیم؟ شتر؟ نه الان اولین باره که میشم، خودمون نداریم شتر. عجب، والله به هر چیزی فکر کرده بودم تو عمرم بجز این موضوع. و اما واکنش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبر واردات شتر. این سری آمارها از واردات شتر به داخل کشور، مثلا خصوصا اینو مثلا توضیح میدید که برای جلوگیری از واردات اینها چه کارهایی انجام میدید؟ حالا همه اینا یه طرف، این یکی یه طرف. دوستمون روغن موتور آلمانی خریده، بعد ببینید چی تحویلش دادن. این روغن بنزول یکی از روغنای خوب بازار با شرکت آلمانیه، اینا نام شرکتشه. بعد استاندارد 3 تا کشور معتبر هم روش خورده. بعد اینم 2 تا از این پلوما هم داره، کاملا خارجی. اوکی. بعد یه چیز جالبی، ما این روغنی که باز کردیم تهشو که نگاه کردیم دیدیم بله روغن نامقاطی لادن. آره از سوء استفاده از نام شرکت‌های معتبر دنیا. اینجا ایران است، وطنم پاره تنم. این سلبریتی حکومتی رو هم آوردن جلوی دوربین تا به نمایندگی از مکارم شیرازی از راه ندادن زنها به ورزشگاه دفاع کنه. دوست داشتین بری استادیوم؟ نه هیچ وقت. فوتبال نگاه نمی‌کنی؟ چرا نگاه می‌کنم، ولی ربطی نداره که استادیوم حضور داشته باشه. من از اینکه بخوام کنار عده زیادی آقا قرار بگیرم میخورده منقلبی از امنیتم، احساس امنیتم از دست میدم. این دیگه الان درسته که نمیذارن خانوما برن استادیوم؟ بله من کاملا موافقم با این قضیه. طلبه ها هر چی زور زدن، دیدن حرفاشون بین جوونا خریدار نداره، به همین خاطر رفتن سراغ تبلیغ برای بچه ها. یعنی این جماعت برای بازارگرمی از هیچ مسخره بازی دریغ نمی کنن. ننه اومده، چشی آورده، خدا کشمش. با صدایی چی؟ چی؟ گربه صدا گربه در بیا. گربه خیلی نازی اومده، یه بار دیگه نشنگ بگه، بار دیگه. آخه من گردی تو صدای گربه در بیا. خشمش داره گربه مازندرانی. سوتی بازار ولایت هر بار یه چشمه جدید رو میکنه. تازه ترینش برگزاری این همایشه که شرحش رو خودتون ببینید و بشنوید. همایش چالش فضای مجازی برگزار کردند که خودش پر چالش بود. شرکت کننده ها همه بالای 60 سال بودند. از همه مهمتر مخاطبای این همایش مجازی بودند، فقط اومده بودند. واتساپ داری؟ نه. واتساپ میدونی چیه؟ واتساپ منظورتونه که چیه؟ تلگرام چی؟
تلگرام نبود. میدونین چیه؟ نه درست نمیدونم واتساپ تلگرام. خب این الان اینجا چی داره میگه این بنده خدا؟ این دارم درباره استفاده کردن از تلویزیون. واتساپ میدونین چیه واتساپ؟ اصطلاحاً فکر کنم همین چیزا باشه که این همایشه چه همایشیه؟ این همایش مجازیه فکر کنم همایشه. شما چطور؟ واتساپ داری؟ نخیر. تلگرام چی؟ میدونین چیه؟ نه. یکی از خبرهای هفته گذشته سفر پوتین به سوریه بود که از کل این سفر یه تصویری خیلی خبرساز شد. بشار گردن دراز رو ببینید که محافظای پوتین حتی نمیذارن کنار مهمونش راه بره. بله اینطور که پیداست پوتین بشار رو سوار سرسره‌ای کرده که از همین حالا ته خطش روشنه. وقتی نقاب از چهره مجری تیویریش کنار میره اون وقت یه چنین تروریستی بیرون میزنه. ما هم به مردم یمن تبریک عرض میکنیم. این در واقع از بین رفتن و از میان برداشتن یک شخصیتی که در تمام این سالها خیانت کرده بود ولی باز همچنان که بهش فرصت داده شده بود باز هم خیانت کرد. یه خورده حسودیمون هم میشه به ملتی که به سرعت میتونه خیانتکارهاش رو مجازات کنه به اشد مجازات و ما یه خورده حسرت داریم از اینکه این کاری نتونستیم با سیاستمداران خائنمون انجام بدیم. امیدوارم این فرصت به طریق قانونی برای مردم کشور ما هم انشاءالله فراهم بشه. سریال حسین تیویریش هم توی تیویریش ادامه داره. این بار بزبز قندی هم از فرصت استفاده کرد و خودش رو رقیب حسین دوربینی معرفی کرد. عرض سلام به آقای دوربینی. حال شما خوبه؟ ایشون هم بگیرین. من خودم هم آقای دوربینی هم. منتها ما نمیگیم همینجوری هستیم شما صاف و ساده میگی. ایشون هم بگیر ولی منو بیشتر بگیر. در پایان یه سری به یه جای خوش آب و هوا میزنیم تا این هنرمند گمنام یه دهن برامون بخونه. حبیب برو. خدا